سلام و درود به شما بینندگان عزیز کارگر تیوی. بار دیگه با برنامه از کارگر تیوی، شبکه مستقل کارگران ایران در شامگاه جمعه 29 دی ماه 1391 خورشیدی برابر با 18 ژانویه 2013 میلادی در خدمت شما هستیم. سارا هستم و با همراهی همکارانم از شما دعوت میکنم تا این هفته هم همراه ما باشید. بینندگان و شنوندگان عزیز کارگر تیوی، در این لحظه اخبار و گزارشات کارگر ایران و جهان رو در هفته گذشته رو به اطلاعاتتون میرسونم. نخست سرخط خبرها. ممانعت از دیدار با کارگران بازداشتی در مهاباد، جان باختن چندین کارگر در بحرین، اطلاعیه کمیته هماهنگی در خصوص آزادی رضا شهابی، میلیون‌ها کارگر در ایران فاقد مسکن هستند، تبرئه شهناز سگبند همسر علی نجاتی، توقف فعالیت 60% واحدهای صنعتی کردستان، ملاقات کوتاه بهنام ابراهیمزاده با فرزند بیمارش در بیمارستان محک، تجمع مجدد بازنشستگان آموزش و پرورش در تهران، تجمع کارگران نساجی خامنه مقابل مجلس و اینک مشروع خبرها. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، روز یکشنبه 24 دی ماه خانواده اعضای بازداشتی کمیته هماهنگی به نام‌های محمد مولانایی، یوسف آبخرابات و واحد سیده در مقابل اداره اطلاعات مهاباد تجمع کردند و خواستار ملاقات با دستگیر شدگان شدند. بعد از چند ساعت آنان را به داخل بردند و چند لحظه بعد پسر محمد مولانایی که در انتظار ملاقات با پدرش بود از طرف یکی از ماموران مورد بی‌احترامی و ضرب و شتم قرار گرفت. بعد از این رویداد ماموران همه خانواده دستگیر شدگان را از محل دور کردند و به آنان اجازه ندادند که با عزیزان خود ملاقات کنند. قابل ذکر است که اتهام این فعالین کارگری شرکت در مجامع عمومی کمیته هماهنگی در شهرهای سنندج و کرج و شرکت در مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در شهر مهاباد است. بنا به گزارش خبرگزاری BBC، بر اثر آتش سوزی در اقامتگاه کارگران در منامه، پایتخت بحرین، شماری از کارگران کشته و زخمی شدند. بر پایه این گزارش، در جریان این آتش سوزی که در منطقه مخارمه منامه در ساختمانی 3 طبقه که محل استراحت کارگران بود رخ داد، دست کم 13 کارگر کشته و شماری نیز دچار سوختگی شدند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری طی اطلاعیه‌ای آزادی موقت رضا شهابی را به همه فعالین کارگری و خانواده وی تبریک گفت. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: اگرچه مرخصی 5 روزه برای درمان دردهای گوناگون رضا شهابی را نمیتوان آزادی نامید، ولی از آنجا که این مهم در اثر اعتراض و اعتصاب قضای متهورانه این کارگر آگاه و شریف به مقامات قوه قضاییه و مسئولین زندان تحمیل شده است، ما آن را به عنوان بدعتی مهم و تأثیرگذار به فال نیک گرفته و به خانواده محترم ایشان، سندیکای کارگران شرکت واحد، کمیته دفاع از رضا شهابی، تشکل‌ها و فعالین کارگری و همه انسان‌های آزادیخواه و عدالت طلب تبریک گفته و خود را در شادمانی و خوشحالی آنان شریک می‌دانیم. رضا شهابی باید به معنای واقعی آزاد شود و در بیرون از زندان معالجه گردد. او و همه کارگران زندانی باید آزاد بوده و بر سر کارهای خود بازگردند. قابل ذکر است روز یکشنبه 24 دی ماه به دنبال ارائه مدارک لازم به دادستانی از جمله نظر پزشک معالج رضا شهابی مبنی بر ادامه درمان و تحت نظر پزشک بودن وی طی این دوره، مرخصی درمانی این فعال کارگری برای 5 روز دیگر تمدید شد.
بنابر گزارش خبرگزاری حکومتی مهر 5 میلیون کارگر در کشور فاقد مسکن هستند که ماهیانه 50 تا 100% حداقل مزد خود را برای اجاره بهای مسکن می‌پردازند. بنابراین گزارش موضوع مسکن و هزینه‌های آن به عنوان یکی از مهمترین مسائل روز کارگران ایران مطرح است و نیمی از کارگران بخش قابل توجهی از درآمد ماهیانه خود را صرف اجاره واحد مسکنی خود می‌کنند. گزارش مزبور می‌افزاید که در کلان شهرها اجاره مسکن تا 100% درآمد کارگران را می‌بلد. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، حکم براءت شهناز سگبند همسر علی نجاتی از سوی دادگاه دسفول صادر گردید. بر پایه این گزارش دادگاه اسلامی دسفول در حالی شهناز سگبند را از اتهامات وارده تبرئه کرد که وی برای سومین بار پیاپی در دادگاه‌های شوش و دسفول به اتهامات واهی مورد محاکمه قرار گرفته بود. شایان ذکر است شهناز سگبند به اتهام نشر اکاذیب و مصاحبه با رسانه‌های خارجی مورد دادگاهی قرار گرفته بود. به نقل از خبرگزاری حکومتی کار ایران ایلنا، کمبود نقدینگی مهمترین مشکل واحدهای صنعتی کردستان است که باعث توقف فعالیت یا نیمه فعال شدن این واحدها شده است و بانک‌ها همکاری لازم را برای رفع کمبود مالی واحدهای صنعتی انجام نمی‌دهند. به ازان رئیس اتاق صنعت، معادن و تجارت کردستان 60% واحدهای صنعتی این استان راکت هستند. روز دوشنبه 25 دی ماه بهنام ابراهیمزاده فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری و فعال حقوق کودکان تحت حفاظت نیروهای امنیتی جهت ملاقات فرزندش به بیمارستان محک برده شد. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، این فعال کارگری دربند موفق شد با فرزندش که به دلیل بیماری خونی در بیمارستان محک بستری است فقط نیم ساعت ملاقات داشته باشد و مجدداً به زندان اوین برگردانده شد. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، روز دوشنبه 25 دی ماه حدود 150 نفر از بازنشستگان آموزش و پرورش در مقابل اداره بازنشستگان استان تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع معترضان بر خواسته‌های بازنشستگان از قبیل اعتراض به افزایش 10% حقوق برای سال آینده، عدم پرداخت موفقات سالهای گذشته، تعدیل و ترمیم حقوق و مزایای بازنشستگی مطابق با سایر سازمان‌های دولتی و ناکارآمدی بیمه طلایی تاکید کردند. در پایان قطعنامه 6 ماده‌ای تنظیم و توسط همه حاضرین امضا گردید و قرار بر این شد که این قطعنامه توسط نمایندگان معترضان به کمیسیون اجتماعی مجلس تحویل داده شود. و آخرین خبر این که به گزارش خبرگزاری حکومتی کار ایران ایلنا، روز سه‌شنبه 26 دی ماه حدود 50 نفر از کارگران کارخانه نساجی خامنه به دلیل عدم پرداخت حقوق، تعطیلی کارخانه و عدم رسیدگی به بیمه بازنشستگی خود مقابل درب شمالی مجلس تجمع کردند و خواهان حقوقشان شدند. بینندگان و شنوندگان عزیز، با تشکر که تا این لحظه با ما بودین، از شما دعوت میکنم که به ادامه برنامه توجه کنید. تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخته،
جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست. نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه‌ای پاشو روی مین جا نمیذاره. همه آزادن، همه بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خودکامه، بدون وحشت و تابوت. جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لبالب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه. تصور کن جهانی رو که توش زندان یه افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس. کسی آقای عالم نیست برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه گندم. بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا. کارگر تیوی هر هفته از ساعت 4:30 تا 5:30 روزهای جمعه برنامه داره. اولین تکرار برنامه ما ساعت 7 شب جمعه و دومین تکرار برنامه در روزهای شنبه و در ساعت 4:30 بعد از ظهر خواهد بود. کارگر تیوی متعلق به شما عزیزان کارگره و مکانی برای منعکس کردن نظرات شما عزیزان. شما میتونید برای ارسال نظرات، مطالب ارسالی، گزارشات کارگری، برنامه‌های آموزشی با ایمیل یا پیامگیر ما در تماس باشید. پیامگیر ما 0046 86 41 57 01 که شما میتونید بعد از شنیدن صدای بوق پیام خودتون رو برای ما بگذارید. توجه کنید که این شماره یک پیامگیره و میتونید نظرات خودتون رو روی اون برای ما بگذارید. ایمیل ما kargartv@gmail.com. قراردادهای موقت یکی از طرح‌های ضد کارگری سرمایه‌داری جهانی است که در ادامه سیاست‌های نئولیبرالی شکل گرفت و در جهت سودآوری سرمایه به کار گرفته شد. با استفاده از قراردادهای موقت کار است که سرمایه‌های سیال در سطح جهانی و داخل و به ویژه در مناطق آزاد تجاری می‌توانند به ثروت‌های کلان دست یابند. اشتغال کارگران
در بخش‌های صنایع بزرگ، کارگاه‌های تولیدی و بخش خدماتی به اشکال قراردادی، قرارداد سفید امضا، کار روزمزدی، کار بیقرارداد و کار ساعتی نمونه‌هایی هستند که طبقه سرمایه‌دار ایران در سطح وسیعی به طبقه کارگر تحمیل نموده است. در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی کارگاه‌های 5 نفره خارج از مشمولیت قانون کار شدند و در ادامه آن در دوره 8 ساله ریاست جمهوری خاتمی تحت عنوان توسعه اقتصادی طرح خروج کارگاه‌های 10 نفره از مشمولیت قانون کار تصویب شد. در دوره احمدی نژاد هم با اجرای طرح قطع یارانه‌ها نه تنها بحران اقتصادی به شکل فزاینده‌ای اوج گرفت، بلکه ناامنی شغلی و بیکارسازی کارگران به شدت رو به افزایش یافت. مبارزه طبقه کارگری ایران بر علیه این طرح‌های ارتجاعی و ضد کارگری سرمایه به اشکال مختلف اعتراض و اعتصاب گسترده هر روز تداوم داشته و نمونه مشخص این مبارزات در دوره اخیر اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر، تبریز و امیرکبیر نمایان می باشد. سایت دولتی خبرگزاری کار ایران ایلنا از قول فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اعلام کرد بیش از 80 تا 85% از کارگران کشور قراردادی و پیمانی هستند و در تمام شرکت‌های پیمانکاری همه کارگران به صورت قراردادی کار می‌کنند. و یا معاون دبیر کل خانه کارگر در شهریور ماه امسال هشدار داد در صورتی که منابع ایجاد اشتغال درست مدیریت نشود طی 2 سال آینده با بحران بیکاری 1,500,000 کارگر مواجه خواهیم شد. همین آمارها به روشنی وضعیت اسفبار طبقه کارگر ایران را نشان می‌دهد. در این میان قانون کار ارتجاعی جمهوری اسلامی نقش اساسی در اجرای طرح قراردادهای موقت را ایفا می‌نماید. تا جایی که به پیشنویس اصلاح قانون کار برمیگردد، نه تنها این طرح‌های ضد کارگری قراردادهای سفید مورد نقد و تجدید نظر قرار نگرفته، بلکه دولت در قانونی نمودن و به اجرا درآوردن آنها نهایت سعی را می‌نماید. طبق گفته عطاردیان دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی، یکی از مشکلات قانون کار فعلی بحث پایان قرارداد است. اگر کارفرمایی کارگر خود را نخواهد دچار مشکلات بسیاری می شود. این در حالی است که در این پیشنویس ارائه شده کارفرما می تواند به کار کارگری که آن را نمی خواهد خاتمه دهد. وی در ادامه میگوید به طور کلی یکی از نقاط مثبت این پیشنویس این است که خاتمه و پایان کار را به خود کارگر و کارفرما واگذار کرده و حل این موضوع توافقی شده است. به نقل از روزنامه جهان صنعت 24 شهریور 1390 در تمام این طرح‌ها دست کارفرما باز است هر تصمیمی می‌خواهد در مورد کارگر بگیرد. در واقع این قوانین ضد کارگری از پیشنویس آن گرفته تا تصویب شده آن یک هدف را دنبال می‌نمایند: بی‌حقوقی و استثمار هرچه بیشتر و دامن زدن به اتمیزه نمودن کارگران. قراردادهای موقت این اختیار را به پیمانکارها و کارفرماها می‌دهد در هر شرایطی که بخواهند کاهش تولید و تغییرات ساختاری را بهانه قرار داده و کارگران را اخراج نماید، بدون اینکه کارگر حق دفاع از خود داشته باشد و یا قانونی از او حمایت بنماید. نهایت تلاش از طرف اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی و در بهترین حالتش این خواهد بود که بخشی از قراردادهای موقت را تعدیل کرده و یا کارفرما را وادار کند که بخشی از قراردادهای موقت را به دائمی تبدیل کند. سرمایه قراردادهای سفید و موقت را به اکثریت کارگران تحمیل نموده است.
اکثریت مطلق کارگران درگیر مبارزه با دولت سرمایه و کارفرماها برای گرفتن حقوق اولیه‌شان و تلاش برای از بین بردن قراردادهای موقت و جایگزین نمودن آن با قراردادهای دائم هستند. این قراردادهای موقت کارگران را از امنیت شغلی و مزایا محروم می‌سازد. در چنین شرایطی است که دولت آگاهانه می‌کوشد تمام بار بحران اقتصادی را بر دوش کارگران بگذارد و هزینه مالی و طبعاً هزینه‌های اجتماعی آن را از حساب دستمزد و دیگر حقوق و مزایای کارگران تأمین نماید. فرزند کاریم ما چرخ گردش دنیا را در دست داریم، این جهان را بر پا می داریم، فرزند زحمت و کاریم. زین همه ثروت و مکنت که کار دستای خسته ما هستش، زین سعادت جز کار ماست، خودم ما بهری نداریم. زنجیری بر پا ابزاری در دست، از صبح تا شب بر سر دستگاه آمدم، میکنیم جان تا بدانیم همچنان ما در بندیم. این همه درد و بیرنج ما را کس نگذارد نقطه پایان آن، گر نخواهی تا همیشه در بند و گرفتاریم. از صنایع بزرگ و کلیدی تا صنایع کوچک و خدماتی گرفته همه مشمول این قراردادهای سفید و موقت می باشند. به عنوان مثال میتوان از صنایع نفت و پتروشیمی و به اجرا درآوردن طرح‌های پیمانکاری و قراردادهای موقت و سفید در آن نام برد. شرکت نفت عملاً با ایجاد قراردادهای پیمانکاری از زیر بار مسئولیتی که نسبت به کارگران در جهت احقاق حقوقشان داشت شانه خالی کرد. روال کار به این شکل است که شرکت نفت اجرای پروژه‌های خود را به مناقصه می‌گذارد و پیمانکاری که برنده مناقصه می‌شود قراردادی را با شرکت نفت منعقد می‌کند و شرکت نفت کارگران و کلیه امور مربوط به کارگران از جمله دادن حقوق، حق بیمه و غیره را به عهده پیمانکار می‌گذارد و بدین ترتیب شرکت نفت دیگر به طور مستقیم با کارگران رو در رو نیست. اما میزان فعالیت در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی طی سالهای پس از جنگ همواره رو به رشد بوده است که در عین حال استخدام‌های جدیدی را ایجاب می‌کرده است. در این سالها شرکت‌های پیمانکاری زیادی به میدان آمده و با استخدام موقت کارگران و به کار گرفتن طرح قراردادهای موقت توانستند به نیازهای سرمایه به نحو احسن پاسخ بدهند. اما در این میان بخش عمده‌ای از نیروی کاری که به استخدام شرکت‌های پیمانکاری در آمده‌اند مشمول بازنشستگی زودهنگام و بازخریدهای اجباری شده‌اند. شرکت‌های پیمانکاری کارگران را به صورت موقت استخدام می‌کنند و این قراردادها یا به صورت پیمانی است که در آن کارگر پیمانی را به مدت کمتر از 1 سال به استخدام در می‌آورند و یا به صورت قرارداد موقت که در آن کارگر را برای 1 تا 6 ماه به کار می‌گیرند. وجه مشترک این نوع قراردادهای کار در این است که کارگران با عدم امنیت شغلی روبرو هستند. قانون کار نه فقط به انعقاد قراردادهای موقت رسمیت می‌دهد بلکه زمینه‌های اخراج کارگران در قراردادهای موقت را از جنبه حقوقی بسیار سهل می‌کند. دشوار بتوان اندازه مطلق و حتی نسبی کارگران با قرارداد موقت در صنعت نفت و پتروشیمی را در دوره پس از جنگ تخمین زد، اما این رقم امروزه چیزی بین 60 تا 85% تخمین زده می شود.
موقت سازی نیروی کار نه فقط نقش بلاواسطه در کاهش هزینه تولید کالا دارد، بلکه سایر مؤلفه‌های تعیین کننده وضعیت کاری و معیشتی نیروی کار از جمله وضعیت مسکن، فرایندهای استخدامی، ساعات کاری روزانه، امنیت شغلی و ایمنی در محل کار تأثیر می‌گذارد. لازم به یادآوری است که پیمانکار نیز به مثابه بخش خصوصی با استثمار هرچه بیشتر طبقه کارگر سعی بر به دست آوردن سود بیشتر دارد. در بسیاری از موارد شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با کارگر پس از دریافت پول از دولت و یا شرکت طرف قرارداد حق بیمه و مالیات را از دستمزد کارگر کسر می‌کنند، ولی عملاً هرگز حق بیمه را به شرکت بیمه پرداخت نمی‌کنند که در این صورت بعداً، یعنی در زمان تسویه حساب که در آخر هر قرارداد با کارگر انجام می شود، کارگر امکان شکایت نسبت به عدم پرداخت حق بیمه به اداره کار را دارد، اما در عمل هیچ گونه اقدام مفیدی برای احقاق حقوق آنان انجام نمی شود و بدین گونه حقوق کارگران به اشکال مختلف پایمال می شود. استخدام کارگران بر طبق قراردادهای موقت به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا همین قانون کار ارتجاعی جمهوری اسلامی را دور بزنند و بتوانند کارگران را با کمترین حقوق به استخدام درآورند. موقتی بودن کار، فقدان امنیت شغلی و نرخ بیکاری صعودی همبستگی کارگران را تضعیف می‌کند. نیروی کار عمدتاً به روش کنتراتی به شرکت‌های پیمانکاری منتقل می‌شود و هر شرکت قوانین و نرخ دستمزد خود را مقرر می‌کند. بنابراین قراردادهای موقت علاوه بر تأمین نیروی کار ارزان، سبب اتمیزه کردن نیروی کار و کاهش همبستگی کارگران در محل کار را نیز فراهم می‌کنند. از سوی دیگر کارگران نه همه با یک کارفرمای واحد بلکه با پیمانکاران متعددی قرارداد کار بسته‌اند و قرارداد هر پیمانکار نیز متمایز از پیمانکار دیگر است که این روند همبستگی و متشکل شدن کارگران را خدشه‌دار می‌سازد. شرکت‌های استثمارگر پیمانی و کارفرمایان همه یک هدف را دنبال می‌کنند: به کنترل درآوردن هرچه بیشتر کارگران و پایمال کردن حق و حقوق آنها و قانونیت بخشیدن به این قراردادهای سفید و موقت با حمایت دولت ارتجاعی سرمایه است و قربانیان این سیاست‌های ضد کارگری تنها نیروی توده میلیونی کارگران هستند. در رابطه با آمار بیکاری، رشد و میزان بیکاری تا به امروز آمار روشنی از جانب وزارت کار و دولت احمدی نژاد و همینطور مؤسسه آمار انتشار پیدا نکرده است. تنها در مجلس اسلامی نماینده‌ای به نام داریوش قنبری، عضو فراکسیون کارگری مجلس، رشد نرخ بیکاری در کشور را 30% و میزان بیکاران کشور را بیش از 10 میلیون اعلام داشته است. این آمار در واقع اوج بحران ساختاری و ورشکستگی سیاست اقتصادی کشور را نمایان می‌سازد و نتیجه‌ای که از این بحران عاید کارگران و خانواده‌های کارگری می‌شود فقر و فلاکت روزافزون است. لغو کلیه قراردادهای موقت و سفید و طرح‌های پیمانکاری در گرو متشکل شدن طبقه کارگر و مبارزه بر علیه کل نظام سرمایه جمهوری اسلامی است که عامل اصلی تمام این فلاکت‌ها برای کارگران است. راهی بر ما نیست جز دست هم را در دست هم نهیم و با هم برخیزیم، گر بخواهیم این میدانیم که فردایی روشن کم و مشتی پولادیم بر فراز این کاخ ستم نظمین و دین برپا.
دست کرده بانو بهار دست کرده بانو بهاره من الان تو شالیزار دارم برنج درو میکنم با داسی که بهش میگن داره. وقتی برنج رسید یعنی دونه هاش زرد شد اینا رو میگیریم مشت مشت میبریم، بعد میبندیم میذاریم رو ساقه برنج. بعد از یه روز که خشک شد اینا رو جمع میکنن به دستای بزرگتر، بعدش هم که میبرن خرمنکوب جور از ساقه جدا میکنم، بعدم اون جور رو تو گونی میریزم میبرن کارخونه برنج کوبی. معمولا شعرهای محلی میخونن. عمو درم رحمه چون مسک انبرمه برار خوب دریمه همین بیرون ناریمه اگر بیرون باریمه ست عروس گیریمه جینگله کو جینگله جینگله کو جینگله. برای بریدن برنج از صبح زوده، ساعت 7:30 شروع میشه تا 12 ظهر. بردارم 3 تا 8:30. خیلی سخته، خیلی سخته. بخصوص اگه هوا بارونی بشه کارها 2 برابر میشن. 2 مرحله است، یه سری میان میبرن، یه سری هم باید جمع آوری بشه. بعضی موقع هر روزه کاری که بریدن برنج که هر روزه، جمع کردن یه روز در میون 2 روز در میون. بسیاری به زمین کشاورزی داره که برنج بیشتر باشه که یه هفته هم طول میکشه. از قدیم ما بچه بودیم پدر بزرگامون میگفتن که 60 رس، یعنی زمانی که آدم نشان میکنه تا زمانی که میخواد درو بکنه 60 روز 2 ماه طول میکشه. حالا که کشاورزی ما نیمه سنتی هست، زمان کاشت و داشت و برداشت تقریبا 3 ماه طول میکشه. گیلان عموما موقعیت آب و هواییش طوری که کشاورز از قدیم الایام زمانی که میخواد برداشت بکنه بارون میاد. بارون وقتی بیاد کار کشاورزی متاسفانه میخوابه، زمین میمونه. یعنی کار یه روز میشه تبدیل به 3 روز میشه. این روز بوشام کونت کله کونوس بیچم ای پرپره ای دنم میداهن دکفته میداهن آب دکفته بخوریم بیدرسا دیگه بیریم آمدی؟ مریضی همیزاق همونجوری همیزاق یه خانه دیگه بریم ببینم امر گرم بو گرما دکتیم بلاغه می قلب درد ما یاور بیدیم بارده بنه الان بارم بیتو مشی همه فبه گوشو الان ماشین پیدا کنم برم وای فوق بعدم برم خانه بعدم بگم فیلم موتور بزنم ترش نده بودم جو بدم کارخانه بر تبدیل به برنج بکنم نه دیدی الان دی آیده یاور بیدم درسته یاورم گیرم بلاغه بیتم بعدم بیبیم بنام بارم بیتو بگردنه بیلاجه باشه دباستی بارن الان وای بنه ماشین پیدا کنیم بریم خانه
بعد موتور پیدا کنیم، موتور بدیم جو بدیم کارخانه تبدیل ببریم بکنیم، بعد ماریم بخوریم. ولی الان من از 15 سالگی شروع کردم، الان 53 سالم دیگه نمیتونم کار بکنم، ناراحتی کمر دارم، ناراحتی پا دارم، به خاطر همون دیگه نمیرم سر مزرعه کار کنم. اون موقع خیلی بدتر، اون موقع با گاو میرفتن، مردم میرفتن زمین آباد میکردن، دیگه الان گاو نیست، اما با موتوره، همه مثلا از اون موقع حالا خیلی رفته بالا. من سر زمین نمیرم ولی واسه شون غذا آماده میکنیم، صبح مثلا ساعت 10 اینا، بعد از ظهر ساعت 5 و نیم 6 عصرونه میخورن، ولی کار نمیکنیم باشون. قبلا همه دخترها هم کار میکردن ولی الان دیگه دخترها کار نمیکنن، مامانمون بابامون میرن سر زمین، بعد ما هم واسه شون غذا عصرونه آماده میکنیم. آخه میجره یاره دگوده بو غبای گالشی اها بگو امر بیجاره بو مابو زحمت بکشی اها بگو آخه میچره چرانه میچره چرانه امشب شیمی بخونه بر شیرینی بخورانه اها بگو گه بگوت منیم شو بگوت منیم از قبه آزنگینه جرگیت منیم. تدارک حمله دیگری از جانب سرمایه‌داری در قالب طرح اصلاحی سازمان تامین اجتماعی.
بنابر اظهارات اخیر سعید مرتضوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و برخی اخبار منتشر شده در جراید و پایگاه‌های اطلاع رسانی، این سازمان قصد دارد تغییراتی در قانون تامین اجتماعی در خصوص سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان‌آور، افزایش سهم حق بیمه کارگران، کاهش تعهدات بیمه‌ای و درمانی رایگان سازمان تامین اجتماعی صورت دهد. این سازمان در پیشنویسی که به منظور تغییر در برخی موارد قانون تامین اجتماعی تهیه کرده، قصد دارد سن بازنشستگی را چند سال، احتمالاً 5 سال افزایش داده و همچنین درصد حق بیمه پرداختی توسط کارگران را از 7% فعلی به 9% افزایش دهد. از محتوای دقیق دیگر مواد این پیشنویس فعلا اطلاع دقیقی در دست نیست، زیرا بحث‌های آن طبق معمول پشت درهای بسته صورت گرفته است. اما آنچه روشن است این حقیقت است که این تغییرات وضعیت در حال حاضر بغرنج طبقه کارگر را نشانه رفته است و قصد دارد تا آن را بیش از پیش وخیم سازد. در این میان وظیفه تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری مستقل این است که با اعتراض‌های متحد و گسترده به هر طریق ممکن از به تصویب رسیدن چنین قوانین ننگینی جلوگیری کنند. جنبش کارگری ایران در مبحث تغییر قانون کار که چندی پیش در جریان بود، توانست با حرکت‌های اعتراضی بجا و درخور دست کم در آن مقطع زمانی جلوی تصویب آن قوانین ارتجاعی را بگیرد و اکنون نیز لازم است با سازماندهی حرکت‌های اعتراضی در محیط‌های کار و زیست به هر طریق ممکن و مناسب صدای اعتراض کوبنده جنبش مستقل کارگری ایران را به گوش سرمایه‌دارانی که شرایط زیست و معیشت طبقه کارگر را هدف قرار داده‌اند برساند و بار دیگر با نیروی طبقاتی خود آنان را وادار به عقب نشینی کند. اقدام سران سازمان تامین اجتماعی که منافع کارگران را پیش پای سرمایه‌داران سلاخی می‌کند، این سازمان و تمامی ثروت‌ها و امکانات آن از حاصل دسترنج کارگران به وجود آمده و بنابراین تنها کارگران حق دارند در مورد چگونگی قوانین آن تصمیم بگیرند و این امکانی است که با ممانعت از ایجاد تشکل‌های خودساخته و مستقل کارگران عملاً از آنان سلب شده است. اکنون زمانی است که باید تمام تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری و همچنین تمامی جمع‌ها و محافل کارگری به هر طریق ممکن مقابل این حمله ایستادگی کنند و از حقوق مسلم خود متحدانه دفاع نمایند. دستهایم را روی خیش گذاردم و زمین را با آن هموار می کنم. سالهاست که با آن زندگی می کنم. چرا نباید خسته باشم؟ پروانه ها پرواز می کنند، سوسک‌ها جیر جیر می کنند، پوستم سیاه می شود. خورشید می سوزاند، می سوزاند، می سوزاند. عرق تن مرا شیار می دهد و من زمین را شیار می دهم بی لحظه ای تحمل. او را تایید می کنم، امید را. وقتی به ستاره دیگر می اندیشم به خود می گویم هرگز دیر نخواهد بود. کبوتر پرواز خواهد کرد. پروانه ها پرواز می کنند، سوسک‌ها جیر جیر می کنند، پوستم سیاه می شود و خورشید می سوزاند.
میسوزاند. عرق تن مرا شیار میدهد و من زمین را شیار میدهم. بی لحظه ای تأمل به خود میگویم هرگز دیر نخواهد بود. کبوتر پرواز خواهد کرد. همچون یوغ محکم مشتهایم امید را نگاه می‌دارد. امید به این که همه چیز تغییر خواهد کرد. آسیبی که به کارگران میرسد، بیکاری، دستگیری اعضای اتحادیه‌های کارگری، آتش گرفتن کارخانه ها، لباس فروشی ها. اینجا دفتر کمیته ملی کارگرانه. در بخشی از شهر نیویورک قرار داره. یه مقداری هم شلوغه. اینا همه مربوط به حرکت‌ها و فعالیت کارگریه که سعی شد تا حد امکان مستحکم و استوار باشه. ما همه این محصولات و کالاها رو از کارخانه‌هایی خریدیم که موضوع فعالیت و اعتراض ماست. این لباس به قیمت $14 و 99 سنت فروخته میشه و خانمی که این لباس رو دوخته فقط 3 سنت مزد گرفته. این پلیور که در السالوادور تولید شده $178 قیمت داره و کارگری که اون رو دوخته برای هر پلیور 74 سنت اجرت گرفته. اینها فقط به این گونه موارد محدود نمیشن، بلکه همه نوع اقلام رو شامل میشن. ما در هندوراس بودیم و کارگرانی که در اونجا دیدیم میدونستن ما برای چه هدفی اومدیم. این کارگران جوان به نزد ما اومدن و گفتن شرایط کار در کارخانه‌ای که کار میکنیم بسیار بده و از ما کمک خواستن و ما به اونها گفتیم کمکشون میکنیم. ولی در یک کشور در حال توسعه کار به این سادگی ها نیست. نمیشه رفت به داخل کارخانه و با کارگران صحبت کرد و فیلم گرفت، چون جاسوس دارن، پلیس نظامی دارن. خلاصه نمیشه با اون کارگران مصاحبه کرد. بنابراین همه کار باید در خفا. ما با 3 نفر از اونها خواستیم شروع به صحبت بکنیم. آدم‌های خیلی درشت و قوی بودن. شرکت اونها از این موضوع باخبر شد و تعدادی جاسوس فرستاد که در جلسه ما حضور داشته باشن. البته ما این جلسه رو برگزار نکردیم، ولی این دخترهای جوان خیلی شجاع بودن و با اینکه اونا در مقابل جاسوسان محل کار رو ترک می‌کردن، دستاشون رو زیر میز آوردن تا فیش حقوقیشون رو به دست من برسونن و ما متوجه شدیم که اونها چقدر حقوق می‌گیرن و از مارک لباسایی رو هم که تولید می‌کردن با خبر شدیم و متوجه شدیم که برای چه شرکتی کار می‌کنن. در پایین تصویر نوشته شده بود که بخشی از سود حاصل از فروش این محصول صرف امور خیریه خواهد شد. آیا در خانواده اون افراد زیادی کار میکنن؟ فقط خودم کار میکنم. خرج چند نفر رو باید تامین کنی؟ 8 نفر. با این حقوق چطور از عهده این کار برمیایی؟ آیا این حقوق کافیه؟ نه. بیاین از یه زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنیم. از این زاویه نگاه کنیم که مثلا مردم در بنگلادش گرسنگی میکشند و تا حد مرگ گرسنه هستند و همچنین مردم در چین تا حد مرگ گرسنگی میکشند و تنها چیز ارزشمندی که اون کشورها به هر کس دیگه در هر جای دیگه دنیا میتونن بدن نیروی انسانی ارزانشونه. و در واقع حرفی که اونا دارن به دنیا میزنن اینه که اونها این پرچم بزرگ رو به دست خود گرفتن و با افتخار اونو تکون میدن و به دنیا اعلام میکنن که بیاین ما رو استخدام کنین، ما 10 سنت در ساعت کار میکنیم، چون با 10 سنت میتونیم برنج بخریم که از گرسنگی نمیریم. به این ترتیب وقتی که مثلا نایکی وارد اون کشور میشه، توسط تمامی افراد اون جامعه به عنوان یک نجات دهنده محسوب میشه. هی صبر کن، تو اجازه فیلم برداری نداری، تو حق نداری اینجا باشی. در باز بود و ما اومدیم تو. نه خیر، تو حق نداشتی بیای تو. دوربینت کجاست؟ به من دست نزن. اینجا یه شرکت خصوصیه، شما باید مجوز ورود داشته باشید. خب در باز بود و ما اومدیم تو. بله، در برای کارگرها باز بوده، نه برای شما. ما به بخش جمع‌آوری زباله‌ها در منطقه جمهوری دومینیک رفتیم. ما همیشه از اینطور کارها میکنیم و به همه جا سرکشی میکنیم.
یه روز متوجه تعدادی اسناد مربوط به هزینه تمام شده محصولات نایکی شدیم. نایکی یک محدوده زمانی رو مشخص میکنه که لباس تیشرت تولید بشه. وقتی هم جمع و تفریق ها انجام میشه به این نتیجه میرسیم که اونها 6 دقیقه و 6 ثانیه برای تولید هر تیشرت فرصت میدن. حقوق در جمهوری دومینیک 70 سنت در ساعته، یعنی برای 6 دقیقه و 6 ثانیه کار 8 سنت پول میگیرن. این یک واقعیته، این علم استثماره. حالا در چنین مواردی چه اتفاقی میفته؟ اونها به زودی متوجه میشن که در کشور خودشون دیگه کار نمیتونن بکنن چون حقوقها خیلی بالاست. بعد میگن خب حالا بریم سراغ آدم‌هایی که در مضیقه هستن و به اونا کمک کنیم. اولین مرحله این فرایند اینطور آغاز میشه که سرمایه گذاری مثلا جذاب در کشور دیگه انجام میشه تا مردم بتونن از اون بهره مند بشن. ولی چون کشورهای زیادی در این بازی شرکت میکنن تا بتونن در تجارت آزاد جهانی مورد انتخاب قرار بگیرن، رقابت سختی وجود داره و سعی میشه به هر شکل ممکن خواسته های شرکت ها برآورده بشه و عملاً حقوق کارگران به حدی پایین میاد که به سختی قادرن 3 وعده غذای مورد نیاز روزانه خود رو تأمین کنن. اول بار این کورا رو چوب میشینیم درش روشن میکنیم، میریزه پایین، منم دود میکنه. این دودا با دود چوبا زغال میشه، پر میشه. چیکو پر شد درش میگیری و در کوره که بسته بود و دیگه درش بسته میشه تا این حرارتش به 1 ماه تا 40 رو دم و پختش خلاص شه. بعد درش هم داری شروع میکنی زغال دادن بالا میشه زغالاش. اصلا انگشتم با این دست ها این کارا کن میکنیم، زاغالو میکشیم تو همون 3 بده و میکشیم بالا و بس که مثلا کارم یه جو بوده اثر انگشتم دست رفته. یعنی باید 2 ماه کار نکنم تا این اثر انگشت برگرده به جا خودش. الان میخواستم گواهی نامه بزنم، اثر انگشت نداشتم، گواهی نامه بهم ندادن تا دستام خوب شه اثر انگشت دوباره پیدا کنم. اگه ناخن نداشته باشی میکنی میشه زاغال تو 3 بت بزنی، زیر ناخونا زخم میشه. این ناخونا کمک میده که این زاغال بیاد تو 3 بت زخم نشه زیراش. روشی پول در آوردن ما مردمی کوشکت حدودن بیشترشون شغلشون همینه، بیشتری جووناش نمیز همین راه پول در میارن. بدترین کار الان خودم چند وقت دندم درد کنه، حالا میگن از ریاده تی دودا و خاک زاغالا و خاسکرا و باعث شده که مثلا ریام ضعیف شده، سفله که بگیره بهم خیلی سفله میکنم، اینا باعث میشه ریه یواش یواش خراب میشه. درآمدش هم فایده نداره، یه خرجی الا من نون حلال خرجی در میارم، درآمدی هم ندارم. خب یه مجبوری. سخت‌ترین کار همون تو کوره است، چون کوره یه وقت نچایده باشه حرارت خیلی داره، مثل جهنمه. شب نشینی در جهنم همینه. مثلا ما الان میخوام برم کوره رو چوب بدم که زاغال شد، مثلا میرم یه چای درست نه، من عقل دارم یه چای درست نه، یه چای بخورم خستگی در کنم، این دودا میاد تو سک و صورتمون خفمون میکنه. ما مجبوریم یه چای میخوریم و یه لقمه نون همونجا میخوریم همونجا کار میکنیم. یه وقت هم آتیش داشته باشه دم آدمو میزنه. من خودم تا حالا 2 را 3 را دم زدم، اومدم به کوره بالا سرم گیج رفته خوردم زمین. بچه بودم مثلا همین بابام رفته بود مثلا تو کوره داغ بود، اوردمش بالا با سر خور زمینی مثلا دم گرفته بودش، لباسشو واکن این پاشو گرفتیم بالا آب زدیم بهش خوب شو. یعنی خطره یه وقت آدم حواسش نشه با یه ریشه یه چوب سنگی میخوام بندازه تو کوره و همین سنگی نمیکشیدش پایین. خودم یه سری با یه چوبی سنگی میندازم تو کوره گیر کرد پیرنم، با چوب رفتم برم پایین دیگه زیفش پیرنم پاره شد، یه چوب منه بهش اینا برده بودم پایین. اما یکی هم داشتیم همینجا هم شهر خودم بود رفت پایین سوخت جزغاله شد. اینا هم بدیای کاره مثلا. اما خب کار حلالونه، حلال با برکته.
برکت خیلی داره، همینش خوبه، برکت داره. آرزومون اینه که تا آخر عمرمون نون حلال بخوریم، به همین کار باشیم اما نون حلال بخوریم. عزیزان، این برنامه از کارگر تیوی در این لحظه به پایان میرسه. ما منتظر نظرات، گزارشات و مطالب شما هستیم. شاد و سربلند باشید.